جنبش عدم تعهد در تهران فرصتی کم نظیر برای سیاست خارجی ایران ایجاد کرد. چرا که بیش از 100 کشور عضو این سازمان و رهبران ده‌ها کشور عضو هم پنجشنبه در نشست فران شرکت خواهند. همین باعث شده ایران تمام تلاشش را برای یارگیری در برابر شورای امنیت و کشورهای 5 به علاوه 1 به کار گیرد. طبق بیانیه دفتر آقای ولایتی دبیرکل سازمان ملل گفته آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر دینی نه فقط ایران بلکه منطقه می‌تواند نقشی مهم بازی کند. سال‌هاست که از جنگ سرد می‌گذره و با وجود پایان جنگ سرد ایران از معدود کشورهای باقی مونده که هنوز شعار نه غربی نه شرقی ترسیده است. ایران این هفته میزبان سران غیرمتحد است. می‌خوایم در مورد میزبانی ایران و دست برداشت کنیم. ایران میگوید آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورهای غربی با سوء قصد متخصصان برنامه هسته‌ایش و نیز تحریم‌های گسترده می‌خواهند ایران را از حقوق بین‌المللی‌اش محروم کنند و از کشورهای غیرمتحد خواسته جلوی این روند بایستند.